دوستان، همینطوری که حروف الفبا برای آموزشش درس خوندن نیاز به الفبا داریم، دویدن هم نیاز به الفبا داره. الفبای دویدن ABC یه حرکتیه که باعث شه فرم دویدنت خوب بشه، نحوه دویدنت رو اصلاح میکنه و خیلی لازمه که این حرکت رو انجام بدی. بعد یه چند تا حرکتشو براتون میذارم، مثل اینه که مثلا حالت قدم برداشتنه که این که بهش میگن تقریبا قدم برداشتن کانادایی، زانو بلند زدن، به پشت زانو زدن. ببینید پاتون از پشت میاریم بالا و اینا، این حرکت هایی که میزنن تا نحوه دویدنشون اصلاح بشه و خوب بشه.